نیروهای مختلفی است که به نام‌های صرف به نام اعلان موجودیت میکنن که گویا ما موجود هستیم. یکم وقت یکم جا یک بیرق بالا میکنن، یک سر و صدا بالا میکنن به نام جبهه مقاومت و جبهه آزادی و سپاهی میهن و همینطور قسمی که از یا تحقیق شده گویا سپاهی میهن بودن، نامه داشتن. اینا خب کوشش میکنن که یک نام یک صدا بالا بکنن در یک جای، اگرچه توانمندی را ندارن که اینو با نیروهای امنیتی ما مقابله و مقاومت بکنن، اینا ندارن. فقط یک نام است و همین نام یکم جا صدا بالا میکنن که اینجا بالا کرده بودن که الحمدلله در مدت بسیار کم مهار شدن و گرفتار شدن. استخبارات‌های از بیرون دست داشته باشند امکان داره. خب اینا 100% ما تایید کردن هم نمیتونیم. خب این امکان داره که از همین فرصت‌ها از یکم احساسات یکم جوان‌ها به یک نوع استفاده بکنن و همین حرکت‌ها را برقرار کنن.